بندر چابهار آرمیده در سواحل زرخیز مکران به عنوان یکی از راهبردی ترین مسیرهای تجاری اقتصادی جهان در منتهای علیه جنوب شرقی ایران و در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است. روی زیبا از چابهار که سازمان بنادر سعی می‌کند در این کلیپ تبلیغاتی آن را به ایرانیان نشان دهد. در سیما و رسانه‌ها این رویی است که سازمان منطقه آزاد چابهار مکرر به مردم نشان می‌دهد. اما رویی که کمتر نشان داده می شود این است: حقیقت و واقعیت بندر راهبردی چابهار با 70,000 نفر حاشیه‌نشین، دیوار به دیوار ویلاهای مجلل، محرومیتی فراگیر و اختلاف طبقاتی فاحش بیشتر از هر جای دیگر در اینجا بندر راهبردی چابهار به عنوان بندری امن با دسترسی‌های دریایی و خشکی مناسب بنگرند. وزارت راه برآورد کرده نصف جمعیت 120,000 نفری چابهار حاشیه‌نشینند. بیشترین نسبت جمعیت حاشیه‌نشین در میان شهرهای حاشیه‌نشین ایران، چند قدمی ویلاهای آن. برق و آب دیگه چی اینا رو با سه ما بیارید. بابا چی کاره؟ کارگر. نه برقی دارن نه آبی دارن، هیچی ندارن. یک این تانکر رو میخرن 60,000 تومان. اینجا هواش گرمه، برق نداریم، شب تا شب اینجا سیم از تیر برمیاریم، شب تا شب سیم میبرن. شبا که مشقا و درسه هاشون بنویسن تکالیفش رو انجام بدن، نمیتوانن که تکالیفشون انجام بدن. اصلا برگار نمیکشن، یک سالی قبول میشن 10 سال مردود میشن. برای چی که تکالیفشون انجام نمیدن؟ سید امیرحسین عظیمی، خبرگزاری تصنیم.